و شاید این آخرین فرصت توسعه ایران است. آخرین فرصت توسعه ایران است. ایران، تمدنی به قدمت چند هزار سال، سرزمینی با منابع طبیعی بی‌نظیر. اما اینجا فقر هست، تورم هست، بیکاری هست، نااطمینانی هست، اختلاف طبقاتی هست. با این وجود امید هم هست. امید به مردمانی که با کنار هم بودن فردا را می سازند. فردای روشنی که جز با مطالبه و فشار بر مسئولان حاصل نمی شود. من حمیدرضا عراقی اینجام تا ثابت کنم هنوز هم میشه کاری کرد. میشه مسائل خورد اما مهم رو حل کرد و شاید این آخرین فرصت توسعه ایران باشه. کمپین و نقطه اتصال من با شماست. این دغدغه منه، اما ایمان دارم یک نفر کافی نیست.